دانشمندانی محکوم میشوند و بعد از مراجعه آنها به واسطه باعث افتخار است که برای خدمت‌های شایسته و سمتی و با مال اموالشان رسیده را در مقام 8000 سومانی همچون سرپرست یعنی که پرداخت نکردند. علاوه بر آن از اعتبار ساقط شد. و ما در حالت روی دادن حادثه پرداخت مبلغ‌های سقوطی دادن می‌توانیم. علاوه بر پرداختن مبلغ سریع. این یک پرینسیپی سقوط هم همین است. وقتی که شهروند یا شخصی یوردیکی شهردنامه می‌بندد باید که پیش از همه پرداخت مبلغ سقوطی را باید پرداخت کند. در حالتی که پرداخت نمی‌کند لیکن در قرار حکومت رقم 25 از سال 99 گفته شده بود که در نرخ چیپتا 2% داخل کرده شود. گفته است. قرار حکومت تا امروز از اعتبار ساقط کرده شده نبود و میبایست که تاجیگر و دیگر شرکت‌های هواپیما سامانه ایست‌ایر باید مبلغ‌های سقوطی بپردازند. لیکن آنها از اون سببایی که قرار حکومت رقم 25 با قانون فضا و با کودکس شهروندی کودکس هوا و قانون کودکس شهروندی مخالفت میکند بنابراین پرداخت نکرده ایستادند. لیکن قرار حکومت هیچ کس از اعتبار ساقط کردگی نیست و در همین نقشه هم هست که همین قرار از اعتبار ساقط میکنند. در نقشه هم هست. من همین روبرای تاجیگر رو پیشنهاد کرده است. پیشنهاد کردگی در نقشه گرفتنی هست که عموما همین سقوطی نمودی حتمی مسافران از بین برند. و بعضا با سببایی که این قرار با بعضی قانون‌های عمل کننده مخالفت میکنند گفته اعضایان حکومت تاجیکستان از آن جمله وزیران مختلف ما مالیه، عدلیه، اقتصاد و سودا همین لایحه را دستگیری کرده ایستادند. من به واسطه من گفتم سقوطی نمودی حتمی مسافران و دیگر سقوطی نمودی حتمی که حکومت جاری کرده بود این یکی از غمخواری دلسوزی حکومت تاجیکستان نسبت به گروه همین شهروندان است.